به نظرم میرسه که اولین اتفاقی که تو این مدت افتاده تغییر جایگاه اجتماعی دینه. من اصلا بحث اعتقادی نمیخوام بکنم، بحث فکتوال میکنم، یعنی از فکت دارم صحبت میکنم، از داده ها، نه اینکه خوب است یا بد است. دین در ایران تغییر جایگاه داده. دین در ایران به تعبیر توکویل یک مقایسه میکنه بین دین در فرانسه و در آمریکا. میگه دین در فرانسه اقتدار سیاسی رو انتخاب کرد، رفت با قدرت سیاسی در آمیخت، قدرت پیدا کرد، اقتدار پیدا کرد، اما هیچ قدرتی ماندگاری ندارد. قدرت بنا به تعریف پایدار نیست. به همین دلیله که امروزه فرانسه‌ای که تا دیروز دختر بزرگ کلیسای کاتولیک بود، امروز یکی از بی لایک ترین جوامع جهانه. حتی برخی میگن استثنای فرانسوی، یعنی فرانسه جایی است که اتفاقا بیشترین گرایشات ضد دینی، لایسیتش لایسیته ستیزه جوست. و در آمریکا اما توکویل میگوید، اون یک باز پیشگام دورکیم میگوید که در آمریکا اما دین پایداری را انتخاب کرد، رفت به سراغ خانواده و خانواده هیچ و خیلی اقتدار نداره، اما پایدارترین نهاد اجتماعی است. و در نتیجه امروز همچنان یکی از پرونده های جامعه شناسی دین اینه که چرا آمریکایی‌ها مذهبی هستند، چرا این سکولاریزاسیونی که در همه جهان ازش صحبت میشه در مورد آمریکا رو هنوز به عنوان یک جامعه مذهبی میشناسند. چون در آمریکا بنا به گفته توکویل اون زمان دین هسته سخت فرهنگ و اخلاقیات شد و با خانواده پیوست، و در فرانسه دین با اقتدار سیاسی را انتخاب کرد و رفت تو موقعیت سیاست گذاری. در ایران در این 50 سال دین تغییر جایگاه داره، از جامعه رفته به سمت قدرت سیاسی، از نقش معترض اجتماعی رفت به نقش سیاست گذار، از بیان به تعبیر مارکس آه مردمان ستم دیده تبدیل شد به سیاستی که سیاست گذاری فرهنگی که داره انجام میشه. خب این از این که آیا جامعه ما دینی تر شده یا نشده بحث اعتقادی نیست، بحث پژوهشی است. یعنی باید به پژوهش هایی که در این 50 سال منتشر شده نگاه کنیم، ببینیم که در بعد از 50 سال سیاست گذاری جامعه ما آیا دیندارتر شده است یا نشده. اما به عنوان مشاهده میتوان گفت دین تغییر جایگاه داد، به تعبیر شریعتی از نهضت تبدیل شد به نظام، به تعبیر مانهایم از موقعیت اوتوپیایی که چشماندازهای دور بر ما باز میکنه تبدیل شد به ایدئولوژی به معنایی که او ازش استفاده میکنه، یعنی توجیهگر وضع موجود. در این شرایط با این تغییر جایگاهی که دین داد طبیعی است که این دین تغییر جایگاهش باعث شد که اخلاقیات ما هم همه سست بشه و امروز نیازمند بازسازی اخلاقی جامعه هستیم. و بازسازی اخلاقی جامعه گفتند از چه طریقی ممکنه؟ از طریق تجربه زیست مشترک. دورکیم متفکر انتگریشن و سولیداریته است، انسجام اجتماعی و همبستگی اجتماعی. و همبستگی اجتماعی یعنی تجربه با هم زیستن، و این تجربه با هم زیستن نیازمند جامعه می شود زمانی که اخلاقیات اجتماعی بتونه بازسازی بشه. و این اخلاقیات اجتماعی نمیتواند بازسازی بشه مگر اینکه بتواند از دین به عنوان هسته سخت فرهنگی و هسته سخت اخلاقی بتونه تغذیه کنه. این اتفاقی است که امروز در جامعه ما نمی. به نظرم میرسه که اولین اتفاقی که تو این مدت افتاده تغییر جایگاه اجتماعی دینه. من اصلا بحث اعتقادی نمیخوام بکنم، بحث فکتوال میکنم، یعنی از فکت دارم صحبت میکنم، از داده ها، نه اینکه خوب است یا بد است. دین در ایران تغییر جایگاه داده. دین در ایران به تعبیر توکویل یک مقایسه میکنه بین دین در فرانسه و در آمریکا. میگه دین در فرانسه اقتدار سیاسی را انتخاب کرد، رفت با قدرت سیاسی در آمیخت، قدرت پیدا کرد، اقتدار پیدا کرد، اما هیچ قدرتی ماندگاری ندارد. قدرت بنا به تعریف
پایدار نیست. به همین دلیله که امروزه فرانسه‌ای که تا دیروز دختر بزرگ کلیسای کاتولیک بود، امروز یکی از بی لایک ترین جوامع جهانه. حتی برخی میگن استثنای فرانسوی، یعنی فرانسه جایی است که اتفاقا بیشترین گرایشات ضد دینی، لایسیتش لایسیته ستیزه جوست. و در آمریکا اما توکویل میگوید، اون یک باز پیشگام دورکیم میگوید که در آمریکا اما دین پایداری را انتخاب کرد، رفت به سراغ خانواده و خانواده هیچ و خیلی اقتدار نداره، اما پایدارترین نهاد اجتماعی است. و در نتیجه امروز همچنان یکی از پرونده های جامعه شناسی دین اینه که چرا آمریکایی‌ها مذهبی هستند، چرا این سکولاریزاسیونی که در همه جهان ازش صحبت میشه در مورد آمریکا را هنوز به عنوان یک جامعه مذهبی میشناسن. چون در آمریکا بنا به گفته توکویل اون زمان دین هسته سخت فرهنگ و اخلاقیات شد و با خانواده پیوست، و در فرانسه دین با اقتدار سیاسی را انتخاب کرد و رفت تو موقعیت سیاست گذاری. در ایران در این 50 سال دین تغییر جایگاه داره، از جامعه رفته به سمت قدرت سیاسی، از نقش معترض اجتماعی رفت به نقش سیاست گذار، از بیان به تعبیر مارکس آه مردمان ستم دیده تبدیل شد به سیاستی که سیاستگذاری فرهنگی که داره انجام میشه. خب این از این که آیا جامعه ما دینی تر شده یا نشده بحث اعتقادی نیست، بحث پژوهشی است. یعنی باید به پژوهش هایی که در این 50 سال منتشر شده نگاه کنیم، ببینیم که در بعد از 50 سال سیاست گذاری جامعه ما آیا دیندارتر شده است یا نشده. اما به عنوان مشاهده میتوان گفت دین تغییر جایگاه داد، به تعبیر شریعتی از نهضت تبدیل شد به نظام، به تعبیر مانهایم از موقعیت اوتوپیایی که چشماندازهای دور بر ما باز میکنه تبدیل شد به ایدئولوژی به معنایی که او ازش استفاده میکنه، یعنی توجیهگر وضع موجود. در این شرایط با این تغییر جایگاهی که دین داد طبیعی است که این دین باعث تغییر جایگاهش باعث شد که اخلاقیات ما هم همه سست بشه و امروز نیازمند بازسازی اخلاقی جامعه هستیم. و بازسازی اخلاقی جامعه گفتند از چه طریقی ممکنه؟ از طریق تجربه زیست مشترک. دورکیم متفکر انتگریشن و سولیداریته است، انسجام اجتماعی و همبستگی اجتماعی. و همبستگی اجتماعی یعنی تجربه با هم زیستن، و این تجربه با هم زیستن نیازمند جامعه می شود زمانی که اخلاقیات اجتماعی بتونه بازسازی بشه. و این اخلاقیات اجتماعی نمیتواند بازسازی بشه مگر اینکه بتواند از دین به عنوان هسته سخت فرهنگی و هسته سخت اخلاقی بتونه تغذیه کنه. این اتفاقی است که امروز در جامعه ما نمی